امروز میخوایم درباره یک جای آشنا توی خونتون صحبت کنیم و اون حمامه. جایی که فکر میکنید فقط برای ریلکس کردن و تمیز شدن خوبه، ولی باور کنید یا نه ممکنه پر از خطرهای پنهان باشه که اصلاً به چشم نمیان. وقتی زیر دوش آب گرم هستید و بخار همه جا رو پر میکنه، ممکنه مواد شیمیایی خطرناکی در هوا پخش بشن یا حتی اون لکه های ریز روی دیوار حمامتون. شاید دارن به سلامتیتون آسیب میرسونن. توی این ویدیو قراره 7 خطر نامرئی حمام رو براتون فاش کنم که یکی از اینها حتی باعث شده شرکت‌های غول‌پیکر میلیاردها دلار جریمه بشن. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید چون این اطلاعات میتونه نگاهتون رو به حمام کاملا عوض کنه. قبل از اینکه سراغ خطر شماره 1 بریم، توی کامنت ها برامون بنویسید که حمام برای شما یک جای آرام بخشه یا فقط برای یک دوش گرفتن سریع میرید اونجا. خطر شماره 1 اسپری های حالت دهنده موه. اسپری های مو مثل اسپری های فیکس کننده مو یا موس شاید به نظر بی خطر بیان، ولی در فضای بسته حمام مثل یک بمب شیمیایی عمل میکنن. هر بار که اسپری میکنید میلیون ها ذره ریز شیمیایی در هوا پخش میشن و مستقیما توی ریه ها میرن. این ذرات میتونن باعث سرفه های مداوم، تنگی نفس و یا حتی مشکلات جدیتری مثل برونشیت و آسم بشن. تحقیقات علمی نشون داده که استفاده طولانی مدت از این اسپری ها حتی میتونه ریسک بیماری های انسدادی ریه رو بالا ببره. فکر کنید که هر روز که موهاتون رو حالت میدید انگار دارید یک دود شیمیایی تنفس میکنید. این مواد حتی میتونن به سیستم قلبی عروقی هم فشار بیارن و در دراز مدت باعث مشکلات قلبی بشن. آرایشگرها و افرادی که هر روز از این اسپری ها استفاده میکنن بیشتر در معرض خطرن، چون این ذرات ساعتها در هوا میمونن و حتی تهویه معمولی هم نمیتونه کامل اونها رو حذف کنه. راه حل ساده اینه که اسپری ها رو توی حمام استفاده نکنید. به جای اونها از ژل ها یا کرم های حالت دهنده غیر آئروسلی استفاده کنید. اگه مجبورید اسپری بزنید، برید توی فضای باز یا جایی که هوا جریان داره تا ریه هاتون سالم بمونن. خطر شماره 2 پرده های پلاستیکی دوشه. پرده های دوش پلاستیکی که ارزون و خوشگلن ممکنه خطرناکتر از چیزی باشن که فکر میکنید. وقتی آب گرم به این پرده ها برخورد میکنه، گرما باعث میشه مواد شیمیایی مثل فتالات، دیوکسین و ترکیبات فرار در هوا آزاد بشن. اون بوی پلاستیکی که گاهی توی حمام حس میکنید چیه؟ این همون مواد سمی هستن که میتونه به کبد، کلیه ها و سیستم ایمنیتون آسیب بزنه. تحقیقات نشون دادن که این مواد حتی میتونن باعث مشکلات تنفسی، سردردهای مداوم و حتی در موارد شدیدتر ریسک سرطان رو بالا ببرن. این مواد به خصوص در حمام‌های کوچیک بدون تهویه جمع میشن، چون دوش‌های گرم هر روز تکرار میشن. بدنتون مدام در معرض این سموم قرار میگیره و بدتر این که این مواد میتونن روی سیستم باروری اثر بذارن و حتی برای بچه‌ها و جنین‌ها هم خطرناک باشه، چون از طریق پوست و تنفس جذب میشن. راه حل ساده اینه که پرده‌های PVC یا پلی وینیل رو با پرده‌های پارچه‌ای طبیعی یا شیشه‌ای مقاوم جایگزین کنید. اگه فعلا نمیتونید، پرده پلاستیکی رو هفته یک بار با سرکه بشورید و در آفتاب خشک کنید تا مواد سمیش کمتر بشن. همیشه محصولات بدون فتالات رو انتخاب کنید. خطر شماره 3 محصولات مراقبت از ریش و موه. این یکی مخصوص آقایونه. روغن‌ها، بالم‌ها یا شامپوهای مخصوص ریش که بوی خوبی دارن ممکنه پر از مواد شیمیایی مثل پارابن‌ها، عطرهای مصنوعی و سولفات باشن، چون پوست صورت خیلی حساسه و جذب بالایی داره. این مواد سریع وارد جریان خون میشن. تحقیقات نشون داده این مواد میتونن تعادل هورمونی رو به هم بریزن و باعث کاهش تستوسترون بشن و حتی ریسک مشکلات پروستات رو هم بالا ببرن. علائم شایعی مثل خستگی مزمن، تحریک پذیری یا کاهش انرژی ممکنه مستقیم به این محصولات ربط داشته باشه. حتی عطرهای مصنوعی در این محصولات میتونن باعث حساسیت پوستی، سردرد یا مشکلات تنفسی بشن. اگه هر روز دارید از این محصولات استفاده میکنید، بدنتون داره یک بار سمی سنگین رو تحمل میکنه که به مرور میتونه پیری پوست رو تسریع کنه.
راه حل سادهش اینه که برچسب محصولات رو چک کنید و به روغن‌های طبیعی مثل آرگان یا نارگیل روی بیارید. برای شستشو صابون‌های ساده و بدون عطر مصنوعی کافیه. این تغییر میتونه انرژیتون رو هم برگردونه. خطر شماره 4 اسپری های ضد آفتابه. اسپری های ضد آفتاب در حمام خیلی راحت به نظر میرسن ولی در فضای بسته خطرناک میشن. وقتی اسپری میکنید ذرات ریز شیمیایی مثل اکسی بنزون در هوا پخش میشه و ساعتها معلق میمونه. این مواد نه تنها از طریق تنفس وارد ریه میشن بلکه میتونن از پوست جذب بشن و توی خون و ادرار جمع بشن. و تحقیقات علمی نشون دادن این مواد مثل اختلالگرهای هورمونی عمل میکنن و میتونن تیروئید رو به هم بریزن یا باعث مشکلات تنفسی و آلرژی بشن. برای خانم ها این مواد ممکنه باعث ریزش مو در ناحیه پیشانی بشه و برای آقایون میتونه سطح تستوسترون رو پایین بیاره. حتی دیده شده که این مواد روی تولید ویتامین دی هم اثر منفی میذاره چون جلوی عملکرد طبیعی پوست رو میگیره. استفاده مداوم از این اسپری ها در حمام مثل اینه که هر روز یک مقدار سم تنفس میکنید. راه حل سادهش اینه که ضد آفتاب‌های کرمی یا لوسیونی با پایه اکسید روی رو بخرید که جذب پوست نمیشن و ایمن‌ترن و اسپری ها رو کامل کنار بذارید. قبل از اینکه به سراغ خطر شماره 5 بریم، اگه احساس میکنید این ویدیو براتون مفید بوده خوشحال میشم با لایک ها و کامنت هاتون از ما حمایت کنید، به ما انگیزه و انرژی بیشتری برای تولید محتوا بدید. و اگه خارج از کشور تشریف دارید گزینه سوپر تانکس برای حمایت بیشتر شما عزیزان کنار لایک و سابسکرایب قرار داره. ممنون از همراهی همیشگی شما. خطر شماره 5 کپک‌های سمیه. یک لحظه به دیوارها و سقف حمامتون نگاه کنید، به خصوص نزدیک دوش یا اون پرده پلاستیکی. اون لکه‌های تیره یا سبز رنگ کوچیک رو می‌بینید؟ اینها کپک هستن و خیلی خطرناکتر از اون چیزی‌ان که فکر می‌کنید. در محیط مرطوب حمام مثل یک کارخانه سمساز کار می‌کنن و هاگ‌های سمی رو در هوا پخش می‌کنن. این هاگ‌ها نه تنها باعث آلرژی و عطسه میشن بلکه تحقیقات جدید نشون میدن که میتونن روی مغز اثر بذارن و باعث مشکلاتی مثل عدم تمرکز، اضطراب، افسردگی یا حتی فراموشی بشن. این سموم که بهشون مایکوتوکسین میگن میتونن سیستم ایمنی رو ضعیف کنن و حتی علائم شبیه ضربه مغزی ایجاد کنن. اگه بچه‌ها یا افراد مسن رو در خونه دارید این کپک‌ها براشون خطرناکترن چون بدنشون حساس‌تره. حتی یک مقدار رطوبت هم میتونه باعث رشد سریع کپک بشه، مخصوصا در حمام‌های بدون تهویه. راه حل سادهش اینه که یک فن تهویه قوی نصب کنید و بعد از دوش حداقل 20 دقیقه روشن نگهش دارید. دیوارها رو هم هفتگی با سرکه و آب تمیز کنید. اگه کپک زیاد بود با ماسک و محلول سرکه و جوش شیرین اونها رو تمیز کنید تا هاگ‌ها رو تنفس نکنید. خطر شماره 6 لوازم آرایشی پودریه. اگه از پودرهای آرایشی مثل فونداسیون، رژ گونه یا سایه چشم استفاده میکنید باید خیلی مراقب باشید. خیلی از این محصولات حاوی تالک هستن که گاهی با آزبست آلوده میشن. آزبست یک ماده فوق‌العاده خطرناکه که حتی مقدار خیلی کمش میتونه باعث بیماری‌های جدی مثل سرطان ریه یا مشکلات تخمدان بشه. این موضوع انقدر جدیه که شرکت‌های بزرگ آرایشی به خاطرش در دادگاه‌ها میلیاردها دلار جریمه دادن. علاوه بر این بعضی از این پودرها فلزات سنگینی مثل سرب یا جیوه دارن که میتونن به سیستم عصبی آسیب بزنن، باعث التهاب پوستی بشن یا حتی مشکلات حافظه و تمرکز ایجاد کنن. وقتی این پودرها رو در حمام استفاده میکنید ذرات ریزشون در هوا پخش میشن و به راحتی وارد ریه میشن، به خصوص اگه تهویه خوبی نداشته باشید. راه حل سادهش اینه که محصولات آرایشی بدون تالک و با پایه معدنی خالص بخرید. بهتره از کرم ها یا محصولات غیر پودری استفاده کنید تا خطر استنشاق کمتر بشه. و در نهایت هفتمین مورد شامپوهای پر از مواد نگهدارنده هستند. آخرین خطر اما نه کم اهمیت ترین شامپوها و نرم کننده هایی هستن که پر از موادهای نگهدارنده مثل پارابن ها، متیل پارابن، بوتیل پارابن و غیره هستن. این مواد برای این اضافه میشن که محصول مدت بیشتری رو در قفسه بمونه و برای بدن اصلا خوب نیستن. پارابن ها مثل اختلالگرهای هورمونی عمل میکنن و میتونن تعادل طبیعی بدن رو به هم بریزن.
تحقیقات نشون داده تقریبا همه آدم‌ها این مواد رو در خونشون دارن. این مواد میتونن باعث مشکلات تیروئید، چاقی بدون دلیل یا حتی افزایش ریسک سرطان پستان در خانم‌ها بشن. برای آقایون هم ممکنه کاهش تستوسترون، خستگی دائمی یا مشکلات نعوذ رو به بار بیارن. در بچه‌ها و نوجوان‌ها هم این مواد میتونه باعث بلوغ زودرس بشه و برای مادران باردار میتونه از جفت عبور کنه و به جنین آسیب بزنه. این مواد چون هر روز از طریق پوست سر جذب میشن، اثرشون به مرور بیشتر میشه. حل سادهش اینه که به شامپوها و نرم کننده هاتون نگاه بندازید و اگه میبینید پارابن دارن، نرم کننده ها و شامپوهای بدون پارابن و با پایه گیاهی مثل آلوورا یا رزماری رو انتخاب کنید. با این تغییر در چند هفته حس بهتری خواهید داشت. بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم، این 7 خطر پنهان در حمام خونتون از اسپری هایی که ریه هاتون رو اذیت میکنن تا کپک هایی که مغزتون رو تحت تاثیر قرار میدن است. خبر خوب اینه که با چند تغییر ساده مثل استفاده از محصولات طبیعی، بهبود تهویه و حذف اسپری ها میتونید حمامتون رو به یک فضای امن و سالم تبدیل کنید. بعد از چند هفته انرژیتون بیشتر میشه، حساسیتتون کمتر میشه و حال بهتری خواهید داشت. حالا نوبت شماست. توی کامنت ها بنویسید که توی حمامتون کدوم یک از این خطرها رو دیدید و اول قرار کدوم رو درست کنید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. ویدیوهای مرتبط با این ویدیو رو هم در این قسمت میذارم، حتما اونها رو هم ببینید. کانال ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید. عاشقتونم و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.